با افتخار جشن 31 سالگی اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دانشگاه ملی تاجیکستان چون رمز احترام و صداقت به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راهپیمایی آسایشته دایر شد. راهپیمایی در شاهراه نزد بناهای تعلیمی دانشگاه صورت گرفته. در آن ریاست دانشگاه آموزگاران و سابقه‌داران، دانشجویان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی، غالبان و اشتراکچیان آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، علم فروغ معرفت، گروه جوانان، دانشجویان پیروان پیشوای ملت، بخش جوانان و دختران، استادان کاتدرای حربی، ورزشگران و نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتی مقیم تاجیکستان اشتراک داشتند. این اقدام نشان اتحاد و اتفاقی، سرجمی و خوشبختی مردم را افاده نموده گذشتن از میدان بشارت زندگی شایسته و ارزنده مردم سعادتمند کشور می باشد. بعد از راهپیمایی آسایشته چوربینی با شکوه فرهنگی دایر شد. ذکر گردید که اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان آغاز مرحله صفتا نوی تاریخی بوده. ملت و دولت تاجیک در ظرف 31 سال با شرافت زحمت صافدلانه در راه تامین رشد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت به نتیجه های نظررس نائل گردید. از این لحاظ روز پرزیدنت جشن است که برای درک و احساس هویت ملی، شناخت و احترام رمزهای دولتی و در زمینه چنین ارزش‌ها تامین نمودن ادامه روند پیشرفت من بعد استقلالیت سیاسی زمینه باسزا می‌گذارد. ذکر شد که سیاست عاقلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سبب گردید که مقام و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی به مراتب بالا رفته در حل مسائل منطقوی و جهانی فعالانه اشتراک نماید. در روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان غالبان آزمون عمومی دانشگاهی نقش کتاب تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در رشد تفکر ملی با افتخارنامه و مکافات پولی قدردانی شدند. یادآور می‌شویم که دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان سال 2023 در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است صاحب شاه جایزه و 11 جای افتخاری گردیدند. با استفاده از فرصت مناسب رهبریت دانشگاه با مقصد آموزش تاریخ و در روحیه اصالت ملی و افتخاری وطنداری تربیت نمودن جوانان از روی اثر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان چهره‌های ماندگار در دانشگاه ملی تاجیکستان آزمون نوبتی عمومی دانشگاهی را اعلان نمودند. در سطح بلند جشن گرفتن روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رمز صداقت و وفاداری به وطن، پرزیدنت و ملت بوده. نشانه شکرگزاری از آزادی و صاحب اختیاری و احترام گذاشتن به ارزش‌های دولتداری و صاحب استقلالی ارزیابی می‌گردد. در آخر برنامه رنگین فرهنگی انسامبل خلقی نوروز دانشگاه و هنرمندان کشور پیشکش اشتراکداران چوربینی جشنی گردید. چوربینی شکوه شهامت خاصه داشت و به شادی و نشاط و فرهمندی و بالید خاطر همگان تبدیل یافت.